آخیش یه روز دیگه شروع شد بالاخره. عجیبه، شهر عجیبیه. بالاخره بچه ما با پولی که داشتیم تونستیم یه دکون کوچیکی حالا بزنیم. الله برکت الله افتتاحش کردیم و خب بزنیم اوپن شد بچه ها. خب هیچی تو قفسه ها نیست، بذاریم ما قفسه ها رو پر کنم بچه ها. خب همجوری که داشتم صحبت میکردم خیلی اوضاع اقتصادی کشورمون واقعا داغونه و ما بذار خانم الان خب ما واقعا منصف نمیشه، منصف واقعا نمیتونم قیمت ها رو ارزون بذارم، برای همین میدونین که دیگه خیلی اوضاع اقتصادی بد شده و آره دیگه داداشم دیگه باید با همین قیمت ها، میدونم داداش میدونیم بذاری علمی هم پشت دخت بذارید قفسه ها رو پر کنم. با این شاگردم نیومده امروز سر کار، مادرش مریض شده دیگه، بهش اجازه دادم ببره مادرش بیمارستان، الان خودم میام پشت ده. خب $2.20 $2.20 ممنونم بابت 11 سنت انعامی که دادی. 44 سنت هم بقیه پولتون خانم، بقیه پولتونم بفرمایید. 44 سنت $44 و خورده بقیه پولتون. $4 هم بقیه پولتون میشه خانم. خب واقعا زندگی داداشم خرج دارم. بله بفرمایید بقیه پولتون. شما خوابت برد؟ بله ببخشید. خب اون خانم خیلی خرید کرده بود. خب الحمدلله که شطور دیگه گفته خانم پلیسه اومده. وای شما پرتقال میخوای؟ من دیشب سفارش دادم بودم و پرتقال نداریم متاسفانه خانم پلیس. وای شرمندم، به خدا شرمندم، پولمون بودجمون اصلا نمیرسه آب پرتقال بخریم. بذار ببینم میتونم براتون سفارش بدم. آب پرتقال اصلا نیست تو این. آب پرتقال میتونم براتون سفارش بدم. یه بسته الان سفارش دادم، اگه 52 ثانیه دیگه میاد، ولی من به خاطر شما زودتر آوردمش. نگاه کنید به خاطر تو این قفسه هم نمیشه گذاشته شدم، باید قفسه هم بخرم خانم. یک لحظه اگر صبر کنی به خاطر شما نگاه کن، اصلا دارم خودم رو ورشکسته میکنم. کدوم قفسه ها رو فکر کنیم باید بخریم؟ میوه‌جات به اینا $200 پول نداریم. شرمنده پرتقال نمیتونی بخوری خانم، شرمنده دیگه. من تمام تلاشمو کردم نتونستم، شرمنده یه شرم خون. نگاه کن شب شده خانم پلیس دوباره اومد. خانم هرچی میخوای بردار، شرمنده که دیشب نداشتم، ولی آره هرچی دوست داری بردار عزیزم. نگاه کنیم بچه ها شب اصلا مردم پیش دوست دختر و زنشون، اما اینجا داریم کار میکنیم. خب میشه $4.27. قابلی هم نداره، با خدا قابل دار نیست. ممنون بابت 21 سنت انعامی که دادی. ممنون که کارت دارید، واقعا ممنون. شما شبیه یه بازیگر خارجی هستی داداش، یادم نمیاد که، ولی خب خیلی گدایی. $1.68 خرید کردی اصلا. نگاه خانم دکتر، گفتن خانم دکتر، اصلا اینقدر خوشگلید با خانم دکتر اشتباه. خانم پلیس واقعا اصلا قابلتون نداره، اصلا من نمیگیرم، اصلا من پول نمیخوام، با خدا قابل نداره. حالا که اینقدر اصرار میکنی باشه، حالا $43.14 هم بقیه پولتون. حتما تشریف بیارید، قربان شما. بذارید تا دم در همراهیتون کنم خانم، قربان شما. تشریف بیارید. خب خانم شما چی؟ یه بسته نداره. $1.68 میشه. متشکرم. شما میشه $6.86. زود مغازه رو باید ببندم و من برم. آره که ببندم این مغازه رو.
حالا دیگه بسته شد. خداحافظ. بریم بخوابیم ببینیم $10 ضرر میگیرید. بیشورا هر کی دیگه اینجا آشغال ریخت میکنمش تو همین کیسه زباله میندازمش تو. خفه میکنه جلوه میگیره، خفه میکنه جلوه تو جونی میکنه، جلوه تو جونی میکنه، جلوه ها رو سلام. خانم شما چیزی نمیخوای؟ بدو حراجش کردیم. آفرین. بیا نگاه کن بچه ها، راهش اینجوری باید اینجوری مشتری ها رو بکشونی. خانم نگاه کن، یه جا اینجا هست همه بداد ارزونی سوسک و غزوک و مارمولک و شلوار میبرید بازار مار خورشی همه چی داره. اوه این عصبانیه. پرتقال میخوایم؟ بذار الان سفارش میدم داداش، غمت نباشه بذار. واقعا باید صبح به زود بیام سفارش بدم. چیز یه 2 بسته پرتقال، 2 بسته سیب، اینو سفارش بدم، آب معدنی و اینا رو سفارش بدم. فعلا بیان داداش، طول میکشه تا داداش بیاد. من فعلا اینا رو راه بندازم. $1.68 میشه. پایان روز بچه ها، دمتون گرم تا آخر ویدیو تماشا کردی. حتما حمایت و سابسکرایب فراموش نشه. غرفمون رو همینجوری ادامه بدیم، دکونمون رو بزرگتر